مرگ چوب کشته رنگ تو به خاک جوستنی همین گیلک بچه خالی ما ندیدی چری؟ ندیدی حاله تو بگو چری؟ این کلگنده دیروز خواهدیم کم علف دلو کرد او گفتم بیا گیلک بریم افطار بخونیم و افطار و سعیر بستادم بیده اکسوب و خیلی وقت گوشی ما بخص داد گوشی هم خوب کسی خودم تو بیری شده حالا از زنگ میزنن جوابم نمیده میترسو کو به یک کسمه هستی به 50 روپیه پول نده گوشی ما ندیدی او میبینی چی کار میکنه حال خوبی هم با درد نمیخوره حالا هرچی بوق میخوره نی بوق میخوره جواب نمیده من چی کار کنم گیپر جاگمیت میره اگه بازم اون بیدی یک خبر ما بده خوبه خیلی بینی گیپر جو خدا تو چی کار کنه گیل نه سارا با سارا؟ دیشب میمون که میری؟ دیشب؟ بلیا دیشب میمون نانی خو چطور میمون نانی خو؟ میمون خوار نانی خو خاله خو میمون عباس نو؟ ها خو گوش عباس جوندی ها؟ گوش عباس جوندی گوشی کی؟ عبا نه امولی ای میدهید برد شما برات من؟ تو کجا؟ نیا گیلک بیو هیچی نه نیا گیلک بیو نیا بیو تو بطنجی باری روغن میدم میگه با بیو گیلک باری روغن می عباس بیا گو گیلک برا عباس بیا گیلک کجا را؟ امی که برا خودی گوشی گیلگو گیلا بیا رو گوشی خدا تو کن پر مرگ کنه بخیر گیلا کجا رای دیو خیال رفتن رنگت که تو گیپت به خاک با خدا تو نبینم همی تو به تعمیجی بزنم من به زور بلد میگی یا
تو صاحب که تو به چنگ مفته که اگه ما بکلی تو ساگه کش نکرد ما با چی پیار خونیم چی شده؟ همین گله و چی خولی ما ندادیم چه کار خیریته؟ برات نگید لا چه کی عباس بدی؟ تو تارتوق دیرو یا خودی مکان علف در اوقات بردم افطار بخونه گفتم بیا بریم افطار بخونیم ما سری هم با جاما بود صبح خسته گوشی من ایده با بغض زده یک گوشی هم خود خوردش و بیرون شده برفته هرچی هم زنگ بزنیم گوشی رو جواب نمیده مترسون 4-5 گوشی بده و یکی به 150 روپیه پوله او کنه میفهم عقل نمیکشه از که بعد از اینو گیپک هم بیچاره خودی هم داخل مونده شد بره به سراغ خوره او به دوزی شاید ور نداشته باشه با شاید شوخی کنه گوشی تو بیزی داشته باشه به یک جامعه بری خورم خونه شما یا تا باغچه قایم کرده باشه بیزی کنه هر دم برق خلاص میاد رمضان ازم خونه که بداش حتی خدا پیزی نکرد خودی ما یک درچه میگن گیلک یک دانه سنگ گوشی منیه ساده او اگه بدایم خدا پیزی خو میگه خودی ما ساده به قصی کار کنه بچه خاری ما رو ما خیانت میکنه خدا رمضان اگه به اند دزدی نباشه هم تکمر ندیدک او انگی پاک جقش گفتگه باسانه بده گیلک میجه پوک بدم بجست خود چرا میجه آخه ساعت زنگ از مودم بزد مال عقل نمیگه چه کم گوشی من جواب ده جواب کنه میده نمیتونه خاموش بکنه و عقل نمیکشه نداره نمیفهم ما چیکار کنیم که تو بر رادی ویدیو میجسته او مو گپ تو نه با هم دوزی ودیشته ما میترسم برو بدم خونه نسه که میشه به خونه خورفته باشه گوشی به هر کس بده 50 روپیه 100 روپیه بده او عقل نمیکشه گوشی 4-5 هزار متر بم 100 روپیه به یک کله پخته میفروشه ما از اون برای تارتوق میدم یعنی غیب زد همین باغچه تا سرایی بری بعد نمیره به سرای نامبور هم مادر هم پرسان کو اگه گوشی خور از اون نتونستونده خلاصه دیگه مگر ختم گوشی نرازون میشه اون ببینیم همین کسای تلاشی کنم گوشی که از اون استانه میستونم من ببینم به هر جا ببینم گوشی به کسی باشه میستونم از اون دل جان باش مونتا تو را دیدی الان ندی که گوشی تو میره به قرقه نه میرم مراد میگردم یک دفعه ببینم من چی بودی؟ آید معمول کن یکی گوشی بری گوشی کی نزن میرم گوشی بلا دستمال که دیگه گیلا علفا وای هنه به خود گوشی عباس عکس عباس بروینه اینجا با چه کار میکنه کی بود از زنده مادر نوشتیه بله خاله جان تونی عباس خوبی بچه خاله بخیری شکر بابا گوشی تو علی تعلفا پتره بلا دستمال هنی دستمال هم به دست من مردم طباخچی ما موقع ویسندین تیر میشود و یک دفعه دیدم گوشی تو زنگ آباد هنی ما که وردشتم عکس تو بروی بید بشناختم که یه هستونه خوب نه بابا خوب هنی گوشی تو پیش منه بیا بسو
خوبه اینا شکر کمی گوشیگک ما پیدا شد سر از دیونه شکی نی بس 4-5 گوشی رو 50 ساعت دیگه در و در میکردم دیویدی که جیشو خدا هم تو خیر بده به کجا بود اگه این گوشی مه؟ گوشی تو به تعلفا بود بلا همی شد تو چی مسته؟ نه دستمال بلا همی دستمال بود این دستمال از تو نه یه از منیه یه رنگ دستمال گیلک برار منیه گیلک برار تو دوزده گیلک برار تو کار نکرده و فهمیدی؟ های تو دوزی هم باش گیلک دوزه سعی که یه کنم تو دوستان اختلاط کنم دیروز همی گیلک خودیم علف داره و میکرد دل وزی بستو گفتم بیا برو بزرگ بردم گفتم افطار بخونیم و بستک سری هم گفتم بسته کرد سو وقت سرخوی ده گوشی و بغز ده گوشی مقوله کسی خود زدم تا بیری شده نه خدافزی دیگه یک دست میکنم یاد جیخون چون گیلک میگه گوشی ممنیه این کار خوبیه ما رو تو که بچه خاله ما رو گیلک که بچه خاله بیگانه کنی اومه یعنی گوشی تو رباش به گیلک بجونده گیلک جونده بودی بود بفته بلا عرفا کرده بازم خوب شد که من از گوشی مداخل اکتر زنگ زدم که تامو صدا زنگ بشنیدی از اونجا که تیر میشیدی ای رنگک عجیب خاک شد تو سید کو هیچ تا کارا بکنه فقط می گوشی ما میدرستی به قسمت میفرق چه کار میکردم باید نگاه کو تو اما گیپک هر چی باید از این تارتو ما میدویم یک سره میدویم خوب بزی هانی بر بزمین تا غیب باره لا شد یک دم آخه دمی که به گوشی خودی تو گپ میزدن چه نگفتی که گیلک گوشی ما برداشته ما گفتم باشه که نزدیک بیایم ولی تو بگم حالا کم کشید به گیلک بگو مور ببینم مور میفهمونم بگو دیگه مثلا عباس اینو خواهشان نیایی یا مثلا بیایی عباس تو دلسوزی کنه تو با افطار برو بخونی خوب بفهمیدی ما چه زای دوست داشتیم چه زای دلسوزی میکنیم افطار خیر و چه خالی مونه بیچاره روزه داره چه قدر عزت کردیم تو هم عباسی رو دل نگی گیلک هم خود تو میفهمی ساده تر یه خیلی به این تا کارا نمیفهمه با به گوشی هم خودم علاقه داره او عمال گوشی به چیزی نمیشناسه نوکیا چیه ای که لمسی بدیده گفته باشه ور داره گپ بیدیه دیگه تو چه زای گوشی خماست تو خیره باشه برو بخیر بدی ای رنگه که تو برار بخواب شد تو به هر جا برفتی یک شنبول خوزی بندختی تو به هر جا پاک آب و شرف مار برفتی تویشته خونه خاله خود میری گوشی به چه خاله خود دوزی میتونی به خدا مگر تو نبینم اگه دل بنده تو ننداخت من